درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتاری 51. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخار وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. دایره ادبی خطلان زمین در عصر 19 و ابتدای عصر 20 شاعران زیادی را به کمال رسانیده است. اکثر آنها در بخارا تحصیل کرده سپس به زادگاه خود برگشتند و به حیات ادبی خطلان وارد گردیدند. ناصح کولابی، حاجی حسین کنگورتی، رحیمی، حاجی محمود خواجه بلجوانی، ملا رجب، میرزا قدم مجرم راغی، مزراب خان خاطری و باز بسیار دیگران از آن جملند. این شاعران در رشد و تکامل ادبیات این دوره حصه بی‌نظیر خویش را گذاشته با آثار گرانبهای خود در بلند بردن ذوق معنوی اهل جامعه تأثیر مثبت رسانیدند. شمس‌الدین شاهین از ستاره‌های درخشان ادبیات فارس و تاجیک آخر عصر 19 می باشد که نام او با واسطه نام پدرش ملا امان که از دانشمندان و مدرسان مشهور بخارا بوده است با نام کولابی علاقمند است. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک چنین فرمودند: پدر شاهین ملا امان نام کولابی است. از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا توطن و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب و کمال نموده است. انتقال از تشبیب به مدح ابوت سید مذکور و خواجه مبرور. بیا ساقی از ساغری زرنگار، زری قلب ما را بیفزا یار. میسی من به یک سیر می زر نمای، فراخوردی آن نیک محضر نمای. حقوقی پدر تا توانم گذاشت، در این رقعه مدحش بخواهم نگاشت. به دیوانی صدق آن که دیباج است،
سری خواجگان ازبک خواجه است، فلک ازبک خواجهش کرده نام، که در صدق از این فرقه آمد تمام. کریم النسب خواجه نامدار، که دارد بدو خواجگی افتخار. از او پاکی اصلی او ظاهر است، که خود نام اصلی او طاهر است. فروزنده ماهی که از فرط نور، ز ماهی فروتر نهد قدری خور. بهین میوه‌ی روی خوانی بتول، میهین دوده‌ی خاندانی رسول. شعاری پیمبر به خود کرده راست، که موی نیفزود و موی نکاست. سلوکی سنن پیشه خاصی اوست، سخن پیشه را واجب اخلاصی اوست. قوی دست در کارگاهی سخن، که بندد ز هر کوچه راهی سخن. کند فکر او در دمی ارتفاع، به اول قدم چرخ هفتم وداع. چنان تند بر فکری حل و دقیق، که سوهان الماس ساید عقیق. شکر بنده‌ی شهد تقریر اوست، خردواره حسن تعبیر اوست. دهد کلک او مشک و شکر چنان، که در چین و مصرش برد کاروان. اگر کلک او نافه گویم خطاست، که از نافه هرگز شکر بر نخواست. وگر خوانمش نی شکر باطل است، که مشک از نی اندوختن مشکل است. عصای کلیم ارشد اژدها، که از دمدمیدی شرر بر هوا. بود کلک او اژدهای دمان، که آبی زلال افشرد از دهان. به هر رقعه کلکش درفشان شود، بساطی جواهر فروشان شود. گوهرهای روشن که ریزد ز کلک، به آویزه حورش بروبد به پیک. فرشته به حوری درافتد به جنگ، کزان دانه سبحه آرد به چنگ. گوهر را به سالی کسان سان نسوفت، که او خود به رسمی بدیهه بگفت. خدا را چه سحر است تقریر او، که اعجاز عیبست در زیر او. اگر مرده دل بشنود نکته‌اش، خرد برگشاید رگی سکته‌اش. نیوشنده یابد چنان ذوق حال، که گویی بنوشید آبی زلال. اگر سحر خوانم نه جادوگر است، ولی جاز گویم نه پیغمبر است. جز آن هر دوگر خرق عادت بود، همین مشق سالیس کرامت بود. توان گفتن آن پیری دانا ولیست، که فرزند زهرا و سید علیست. ولایت دلیلی ندارد جز آن، که بی چشم بیند جهان را عیان. گرش چشمی سر نیست چشمی سیر است، که اسرار عالم بر او ظاهر است. تخلص به شیرش از آن شد ضریر، که نادیده مو می کشد از خمیر.
گرت چشمی باطین بود رهنما، بود تکیه بر چشمی ظاهر خطا. مرا دیده اندوده بهتر بگیل، که اسرار غیبی ببینم بدیل. بود چشمی باطین گر از عیب پاک، چه غم چشمی ظاهر بود عیبناک. توان جستن از چشمی ظاهر گزیر، اگر چشمی باطین بود در ضمیر. در آن خانه گر شمعی روشن بود، خدا را چه حاجت بر روزن بود. توانی بگیل روزن اندوده گیر، دل از زحمتی شحنه آسوده گیر. نخواهی گر از مار دیدن گزند، به کاشانه سوراخ دیدی ببند. حکایت پدر را به پیری دو روشن چراغ، یکی خفت و بر صد جگر بست داغ. معالیج بران شد که از روی حزم، برافروزدش دیده چون شمع بزم. پدر گفت کان روزنی فتنه خیز، نباشد به ارباب خلوت عزیز. مرا بسته به دیده از روی خلق، که درویش را رقعه زیبد بدلق. چه خوش کین دو یعقوب کنعانی حیل، چنان کرده تشیید ارکان حیل. که گر یوسفی بینش افتد به چاه، نجویند از گور تدبیری راه. حوادث چو اثباتشان در وبال، نشاند نشینند آسوده حال. یکی از صحابی اعمی چنان، خدنگی دعا را زدی بر نشان. که بر آب سنگر نمودی خطاب، شدی آب سنگو شدی سنگ آب. یکی گفتش ای عیسی روزگار، خری خود منی بیش از این زیری بار. تو را مردم از ریش نبود تهی، چرا سینه بر ریش مردم نهی. نیوشنده کین پوزش از او شنفت، برو در پاسوخ از این سان بسفت. اصبنا لما من رضای الاله، من اللین نحن نحب رضاه. نقصان نابینایی ما با رضای خداست، رضای او را از چشم خود بیشتر دوست داریم. توجه کنید. اصحبنا لما من رضای الاله، من اللین نحن نحب رضاه. خداوند از آن هر دو خشنود باد، که زاین اصحاب دارند یاد. نخستین پدر گرچه رفت از جهان، منو این پدر تا چه خواهد زمان. اگر مه برفت آفتابی بجاست، که من شبنمم جذبه او هواست. الا درت تاج سادات دهر، که سادات را از نو افزوده بحر.
درت التاج ای دری تاج. توجه کنید. الا درت التاج ساداتی دهر، که سادات را از نو افزوده بهر. سیادت عروس است و زیور تویی، نجابت سپهر است و اختر تویی. تو آن خواجه‌ای کز رهی علوی شان، ببوسد زمین پیش تو آسمان. فلک در بری خادمت جبه است، قمر بر سری خرگهت قبه است. توی آفتابی منی تیره جان، به مهری توام ذره سان پرفشان. گذارم به هر جادگانی هوس، دلیلی رهم همتی توست بس. به تحریر هر نسخه رو کنم، ز نام تو تعویذ بازو کنم. چو آغاز این نسخه کردم نخست، مرا روی همت به امداد توست. دعا از تو باید ز من اهتمام، که این نسخه یابد به خوبی تمام. همی تا که ایوان طارم بپاست، همی تا که اجرامی انجم بجاست. ز آسیب دوران بر رب العباد، وجودی شریفی تو محفوظ باد. رب العباد خدای بندگان. ز آسیب دوران بر رب العباد، وجودی شریفی تو محفوظ باد. در سبب نظم کتاب صباح از این فکر بودم ملول، که گیتی غیور است و دوران عجول. بقای جهان روزک بیش نیست، مگو همین یک دم است. زمانی گر این دم به پایان رسد، ز ما تا چی ماند به یاران رسد. همان به که مانندی پیشینیان، گذاریم آیندگان را نشان. که گر شخص ما از جهان بگذرد، همه نام ما
در جهان بسپرد. بجا ماند آن کس که روزی پسین، چو خالی کند جا نهد جانشین. ز هر کس که نام در ایام ماند، چه غم چو بیرون گذارم از این خطه پای، بماند همان ذکر خیرم بجای. چو طغرای این عزم افراختم، سوی خواجه خواجگان تاختم. نخستین ببوسیدمش دست و پای، که خود دست او بود دست خدای. با عز قبولش به چندین درود، نهادم مرا در ضمیر آنچه بود. پس از شفقت آن مقتدای زمان، پسندید آن عزم فرخ ز من. بگفت ای پسر، عزتت یاد باد، در این قضیه بختت مددگار باد. بزرگان ما دستگیری تواند، چو معنی روان در ضمیری تواند. قدم پیش نه تا به منزل رسی، روان از رهی دیده در دل رسی. تو هر جاده سر کنی منزل است، که دستی بزرگان تو را محمل است. بلی دار همت در این ره بلند، میفکن به هر کاخ بار کمند. به اندازه خویش این راه جوی، تو بحری منی پای همت بجوی. تو را خرقه چابک آید بدوش، که پوشید سعدی پشمینه پوش. از او ماند گر بوستان یادگار، تو بر دوستان تحفه
واگذار. چو فکرت بلند است و طبعت قوی، رقم زن چو بستان یکی مثنوی. سخن را به خوبی چنان ده طراز، که بعد از تو گویند احسنت باز. خدا را به طفلان این 7 مهد، بپالای شیر و میالای شهد. چو بنیاد این کاخ عالی اساس، نهی چون مهندس به لوح قیاس. چو بستان به 10 باب پیرایدی، ز هر بابش احباب را مایدی. نخستین دری عدل را باز کن، ز احسان به دوم در آغاز کن. به سیوم در از عشق بنما سخن، به 4م رقم از تواضع بزن. بینی 5مین باب بحری رضا، بیان قناعت به 6م نما. پی تربیت باب 7م گذار، رهی شکر در باب 8م سپار. چو از صبر فارغ شدی در 9م، بکن در مناجات ختمی 10م. رسان بر فلک گوشه بام او، بینی تحفه دوستان نام او. چو رحمی بری جانبی بوستان، بجو همت از روح سعدی در آن. اگر روح سعدی تو را یاور است، چه غم مهره باز آوری گوهر است. فراهم ز هر گوشه چشمی ضمیر، سوی توست هان ای پسر راه گیر. به هر جاده چون توسنی راهوار، مخور غم که بر پشتی پیلی سوار. میندیش پایان این ره کجاست، برو خوش دعای منت در قفاست. شدم چون که فایز به عز قبول، در این شیوه زان فخری عالی رسول. قلم را اینان چوست کردم چو برق، سراپای این جاده جستم به فرق. بریدم رهی تنگ چون چشمی مور، که موی در آن ره نگنجد به زور. شنوندگان ارجمند، شما گفتار 51 را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر، روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.